جیگر تله ها سلام، شیطون بله ها سلام. این حرکتی که در تصویر میبینید از ترنچولا که یک کنکرچن هست بهش میگن ویکتوری دنس. در واقع تارانتولا با اون قسمت تحتانیش که بهش باد فینگر هم میگن شروع میکنه به تار زدن. میبینید 2 زائده در انتهای قسمت شکمی یا همون آبدمن ترنچولا هست که بهشون در اصطلاح میگن باد فینگر یا انگشت های قسمت تحتانی. حالا ترنچولا به وسیله این باد فینگرها تارش رو میتنه. حالا چرا این کار رو میکنه ترنچولا؟ وقتی که ترنچولا شکار میکنه و مشغول خوردن طعمه میشه، خب باید هوای اطرافش هم داشته باشه دیگه. این تارهایی که میتنه بعد از اینکه طعمه رو میگیره در واقع یه جور تله هست، یه تله لرزشی هست که اگه کسی بهش نزدیک شد یا اگه شکارچی بهش نزدیک شد در حین غذا خوردن بتونه از وجود اون شکارچی ها آگاه بشه. همونطور که میبینید داره دور تا دور طعمه‌اش رو روی زمین تار میتنه. میبینید؟ خیلی این حرکتشون جالبه برای من که فکر همه چی رو میکنن. با اینکه یک عنکبوته ولی ببینید چقدر توی دوره تکاملش پیشرفت کرده که میدونه وقتی که داره غذا میخوره باید از محیط اطرافش آگاه باشه. این رفتار رو معمولا توی ترنچولاهای دنیای قدیم میبینیم، اما بعضی وقتا ترنچولاهای دنیای جدید هم این کار رو میکنن. بیشتر این رفتار رو توی بابون‌ها میشه مشاهده کرد یا ترنچولاهای هیوی وبری مثل کنکرچن، ویتنام بلو یا نیولوتل اینسی و اینها. امیدوارم که لذت برد.